کسایی که استفاده کردن خوشا به حالشان، کسایی که استفاده نکردن بدا به حالشان و در زمان فراغ خود رسید ای کاش خود کردن. قبل از اینکه ما و شما برسیم به جایی که ما ای کاش بکنیم، از او ای کاش استفاده بکنیم، در اون جای ما نرسیم که ما بگوییم ای کاش استفاده میکردم، ای کاش میخواندم، ای کاش مطالعه میکردم، ای کاش ورزش میکردم، ای کاش بر اندوخته های خود بر دانش خود میافزیدم، ای کاش یک کمی سرمایه خود را زیادتر میکردم، ای کاش در فلان موقعیت و فرصتی که برای من مساعد شده بدون از دست نمیدادم. این ای کاش را کسایی استفاده میکنن که از وقت خود درست استفاده نکردن، وقت خود را درست مدیریت نکردن. تفاوت مردم و این جایگاه های مردم بر مبنای و بر اساس استفاده از وقتشان هست. امروز تاریخ را که ما شما ورق میزنیم، کسایی نامشان در تاریخ با خط زرین نوشته شده که اونها از وقت خود استفاده کردن. کسایی که از وقت استفاده نکردن به خط زرین ثبت نمیشه، بلکه در زبالدان تاریخ انداخته میشن. کسایی که از وقت استفاده کردن حتی اگر غیر مسلمان هم باشه، نامشان در صدر تاریخ هست، از اون نام برده میشه، بیوگرافیش مردم میخوانه، زندگی نامه‌ایشون مردم میخوانه. هر کس به هر جایگاهی که میرسه، چی معنویت و مادیت باشه، او از وقت خود درست استفاده کرده. من همیشه گاه اوقات در سخنرانی های یادآوری میکنم، کسایی اگر در یک موقعیت میبینید که شما در اون موقعیت نیستن، اونها کارهایی را کرده که شما نکرده، اونها کارهایی را انجام داده که تو انجام نداده. ما در اون موقعیت غفلت کردیم، در اون موقعیت خواب بودیم، ولی او استفاده کرد از وقت خود. گاهی ما شما یک مسئولیت رسمی می داشته باشیم، در اون مسئولیت خود غیر حاضری میکنیم، ولی کسایی هستن که در موجه غیر حاضری نمیکنن، از ما که تو کرده 1 ساعت و 2 ساعت و 3 ساعت بیشتر به مقصد میرسن، ما عادی از دستش بدیم. باز زمان فرا میرسه که باز ما شما شکایت میکنیم که چرا من نرسیدم، چرا من کامیاب نشدم. خود تو کسایی بودن که با تو هم ردیف بودن، ولی تو از وقت درست استفاده نکرد، اونها رفتن، اونها هم 1 ساعت را غنیمت شمردن. ساده تر بگویم، قیمت انسان را، ارزش انسان را وقتش، چگونگی استفاده از وقتش تعیین میکنه. اگر میخوای ارزش خود را، یا همه ما شما به این آرزو هستیم، به این امید هستیم که ارزش خود را بالا ببریم، و مربوط به این هست که تو چقدر به وقت ارزش قائل هستی. به هر اندازه‌ای که به وقت ارزش قائل باشی و از او استفاده درست بکنی و استفاده اعظمی بکنی، در حقیقت بالای فکر خود، بالای آینده خود تو سرمایه گذاری کرده روان هستی. تاریخ هم از انسان‌های حرف میزنه که از وقت درست استفاده کردن. از کسایی که از وقت درست استفاده نکردن تاریخ نمیخواد که نامشون در اوجه باشه. حتی مایه عبرت میشن، درس عبرت برای کسا میشن که اینا از وقت درست استفاده نکردن، اینا از زندگی خود درست استفاده نکردن.